اون عده از کسایی که از جمع ما و شما و خود ما و شما گهی هم برای تنبلی و کسالت، برای مصروفیت روز و روزگار و زندگی، برای مشاغله دهقانی و کشتار و همه دار و مدار دنیا و مادیات دنیا، ما و شما بارها و بارها نماز را ترک میکنیم و کرده ایم. از بنابراین ما بدانیم که این ترک نماز چه عاقبت را در قبال دارد و چه عاقبت ناگوار و ناخوشایند دارد در پیش رو و در قبال دارد. بنابراین باز ما وقتی که این موضوع را دقیق از آیات قرآن کریم و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما وقتی که بشنویم بدانیم، اون زمانی که اگر مال ما، اولاد ما، زندگی ما همه اگر تلف شود و برباد شود، نابود شود و ما آماده نمیشیم که یک نماز و یک فرض الله را ما قضا بکنیم، ضایع بکنیم. اما این روزه که متاسفانه مسلمان ها برای کار دنیا، برای خوردنوش دنیا، برای مصروفیت زودگذر چند روزه دنیا، ما و شما نمازها را ما و شما قضا کردیم و خواهران و مادران ما و شما برای تنظیم نظم و نظام خانواده، برای آماده کردن نان و غذا و دیگ نمازها را قضا میکنند و ضایع میکنند. پس اونها هم کسایی که صدای ما را از اسپیکر میشنوند، اون از خواهران و مادران متوجه باشند و دقیق متوجه باشند و با خود بیندیشند که ترک نماز چه عاقبت را در قبال دارد. دوست عزیز و گرامی، و اون عده از برادران و خواهرانی که در پوره عمرش و در زندگیش اصلا یاد از نماز نیست و عمر گران خود را سپری کرده، هنوز نماز را یاد ندارد، هنوز با نماز که فرض الله آشنایی ندارد، هنوز نمیداند که نماز یعنی چی. اون عده از برادران و خواهران هم مطمئن و متوجه باشند که چه عاقبت را در پیش رو دارند اینها.